وقتی تو این ویدیو از شرکت کلود دیدیم که هوش مصنوعی داره بازی پوکیمون رو 0 تا 100 رو میره، خیلی‌ها سوالتون این شد که آخه چطور هوش میتونه به یک بازی کامپیوتری وصل بشه و پیش بره. سوال جالبیه. تو همین قسمت میخوایم به جوابش برسیم که چطور این ارتباط شکل میگیره. تو این قسمت قراره بچه‌ها با متد MCP آشناتون کنم. بسیار مهمه و یک پروتکل باز و استاندارده که توسط آنتروپیک سازنده کلود ارائه شده تا ما بتونیم مدل بزرگ زبانی یا MML رو وصل بکنیم به ابزارها، دیتابیس ها، حتی سرویس های خارجی. اگر بخوام واسهتون خیلی ساده حالا بازش کنم، MCP بچه‌ها مثل پورت USB همونطور که کامپیوتر یک ساختار مشخصی داره واسه اتصال ابزارهای دیگه به خودش که همون اتصال واسه USB هستش. اینجا هم MCP یک ساختاری رو چیده که همه ابزارها رو بشه وصل کرد به هوش مصنوعی و این خودش یک انقلابه. تو این روش وقتی شما تسکی رو به هوش مصنوعی میسپاری بسیار دقیق تر انجام میده، بسیار تکلیفش مشخص تره. چرا؟ چون مثلا بر فرض مثال تو حالت سنتی که ما هوش رو به ترمینال وصل میکردیم، تو اون حالت وقتی میگه که برو یک مدل سه‌بعدی بساز با پسوند مثلا بلند که تو بلندر بتونه باز بشه، هوش بدون توجه به اینکه اصلا شما تو سیستم بلندر داری نداری، خودش از در پشتی شروع میکرد به پایتون زدن تو حالت سنتی، نوشتن کدای پایتون تا بخواد به خواست ما برسه. اما متد MCP چیکار میکنه؟ واسه خودش پیش نمیره. اول میگه دسترسی بلندر رو بهم بده، بلندر رو باز میکنه، بلندر رو میبینه، از ابزارهای بلندر مثل انسان استفاده میکنه واسه اینکه بخواد به خروجی نهایی برسه. مدل سنتی یه مقدار گیج‌تر پیش میره، کوره، اما پروتکل جدید دقیقاً میتونه خواست شما رو برآورده کنه. وقتی به فتوشاپ وصلش میکنید دقیقاً میدونه چیکار بکنه، با ابزار فتوشاپ کار میکنه. وقتی به موتور بازیسازی وصلش میکنید متفاوته با حالت سنتی، چون میره تو دل موتور، ابزارها رو میبینه و دقیقاً مثل یک انسان پیش میره و این خیلی جالبه. ببینیم که کار کردن باش بشه صورته و چطور میشه ابزارهای مختلف رو وصل کرد بهش. یه مثال ساده میزنم. مرورگر کرومم رو وصل میکنم به هوش و در اختیار هوش قرارش میدم با همین پروتکل، با همین متد. البته شروع میکنم. خب عزیزای دل من، کارمون استارت میزنیم به ابزارهایی که شما نیاز دارید. یه دونه VS کد، نرم افزاری که باش کد میزنیم، از طریق گزینه دانلود فور ویندوز به راحتی دانلودش کنید. Node.js رو هم حتما نصب بکنید، نیاز داریم بهش. از طریق این گزینه، از طریق ویندوز اینستالرش به راحتی میتونید دانلودش کنید، نصبش کنید. حالا من چون رو سیستمم دارم الان موقع نصبش هم باید به مشکل بر بخوریم، من دیگه تا انتها نصبش نمی کنم. بازش کنید نکست تا انتها پیش برید دیگه. اوکی، چیز پیچیده ای نیستش. پس این دوتا حتما باشن. حالا کارمون رو چطور استارت میزنیم؟ با VS Code کار رو شروع میکنیم. یه اکستنشن باید روش نصب بکنیم. بذارید من اول API دیپسیک رو بهتون توضیح بدم، گرفتنش رو. چون میخوایم وصل بشیم به دیپسیک، یه حساب بسازید داخل آدرس platform.deepseek.com. حالا اگر میخواد از API دیپسیک استفاده بشه ممکنه شما از یه مولد رایگان بخوای استفاده کنی. حالا دیپسیک راحت تره دیگه، رونده، هم باهوشه هم ارزونه. یه حساب بسازید که من از قبل حساب ساختم و مثلا میبینید که حالا $4 شارژ، اعتبار APIش. اوکی؟ چطور با شارژ بشه؟ وارد تاپ آپش بشید، میبینید که مینیموم $2، بعد $5، $10. حالت کاسو هم داره، از $2 تا $20,000 میذاره. حالا هر عددی که دلتون میخواد رو اینجا بنویسید و شارژ کنید. یه تسکی هم روش میاد، مالیات روش میاد، واسه همین میشه $2.12. با پیپل اجازه میده، با ویزا کارت و گوگل پی و از طریق نوین پرداخت صرافی هستش که خیلی سریع، حداقل پیپل رو خیلی سریع واسه شما پرداختش رو انجام میده. وارد دلار پیپل بشید، میزان رو بنویسید 2.12، لینک همین دیپسیک رو بهش بدید. میگه که نیاز واسه ورود نیاز به داشتن حساب کاربریه. بله،
نام کاربری و رمز عبور دیپسیک رو بهش میدید و مبلغ رو برای شما پرداخت میکنه. اوکی، این شکلی صاحب $2 شارژ API میشید. اصلا پیپل رو خیلی سریع پرداخت میکنه. اگه بخوام بهتون نشون بدم حالا مثلا پرداختیاشون رو، خیلی هم بچه‌ای هستن که دیتا زیاد میفرستن، 100 تا عکس میفرستن واسه اینکه بخوان تایید کنن پرداخت رو. این مثلا عکس شما یکشونه داره نشون میده که تا اینجا پیش رفتم، دوره اینجا مثلا از سکسسفولش هم عکس گرفته، همینجا پیش رفتن دیگه. خب پس این روش شارژ API که خیلی ها میپرسیدید که چطور این $2 مثلا چه میدونم دیپسیک شارژ میشه. اگر میخواید با دیپسیک کار کنید، البته مثلا گوگل استودیو هم یه مقدار رایگانی API میده فکر میکنم. من توی درایو سی یه پوشه ایجاد میکنم به اسم تست. این رو میخوام در اختیار VS کد قرار بدم. همینجا اگه کلیک راست بکنم اوپن ویت کد رو داریم. حالا باید به VS کد یک اکستنشن اضافه کنیم. روی قسمت اکستنشن ها کلیک میکنم و مینویسم اینجا کیلو کد، اکستنشنی که باحاله. رو اینستالش کلیک کنید، اجازه بدید که این اکستنشن برای شما نصب بشه. بعد از نصب کافی اکستنشن رو فعال کنید که الان برای من به صورت پیش‌فرض فعاله و تمام. این بغل شما اکستنشن رو داری. این هم همون پوشه تستته. این اکستنشن کیلو کد فعلا به هیچ پرووایدری، هیچ هوش مصنوعی وصل نیستش، اما به راحتی میتونیم خب وصلش کنیم، کاری نداره. چی میگه این پایین؟ میبندمش. ببینید این فضای چت این بغل خودش واسه VS کد، ایجنت VS کده. این رو میبندم و از طریق این چرخ دنده وارد ستینگ ابزار کیلو میشم. از قسمت پرووایدرها دیپسیکی که از قبل داشتم و اینو اصلا از بازی میخوام خارج کنم. یک بار دیگه با هم دیگه دیپسیک رو اضافه کنیم. این دیسکانکت، من دیپسیکم رو از بازی خارج کردم و الان اگر بخواد اضافه بشه همینجا اصلا داره دیگه. تو پاپیولار پرووایدرها دیپسیک رو میتونم اضافه کنم. رو گزینه کانکتش کلیک کنم. اگه اون پرووایدر ناشناس باشه کاستوم هم داره. میگه که کلید رو به هم بده. وقتی شارژ داشته باشید رو API کی کلیک میکنید، یه اسم انتخاب کنید. مثلا میزنم کیلو کد و در نهایت هم create API key. این کد رو من کپی میکنم و نمیدونم چرا 2 تا VS کد باز داریم. یکی رو بسید ببندم، این از اون اول همیشه الکی باشه. میدم به این قسمت و سابمیت. الان کیلو کد ما وصله به دیپسیک دیگه. چطور متوجه میشم که وصله؟ ببینید تو همین قسمت چتش ما دیپسیک رو داریم. خب میتونم مدلش رو انتخاب بکنم. حالا مدل دیگه هم اینجا دارم، اما دیپسیک که تازه اضافه کردیم دقیقا تو همین قسمت به این دیپسیک اومده. توی ماست یوز منم هستش، بیشترین استفاده منم هستش و میتونیم انتخابش کنیم. خب من دیپسیک بیفور فلش رو انتخاب میکنم. حالتش هم همین لو باشه چون اصلا کار زیادی ازش نمیخوام. بهش میگم سلام، جواب سلامم رو میده و حالا بهش میگم که تو همین پوشه‌ای که هستی، پوشه تست، یه فایل متنی واسم بساز. سریع هم میسازه یه فایل به اسم example.txt و توش مینویسه که سلام، این یه فایل تستیه. عالی بود. خب بیایید حالا یاد بگیریم که با متد MCP وصل بشیم به مرورگر اصلا کروممون. خیلی راحت این متد رو میپذیره و میتونیم وصل بشیم. مجدد قسمت ستینگ کیلو کد، ایجنت بیهیور یا رفتار حالا ایجنت، MCP سرور. اینجا نوشته که یه فایل کیلو جیسون بهت میدم که با اون ارتباط رو برقرار کن. از طریق لوکال کانفیگ به راحتی شما میتونی دستور بنویسی. حالا دستور این که بخوای با متد MCP به کروم وصل بشی و ما در اختیار شما قرار میدیم. این کد رو حالا توی دیسکریپشن ویدیو میذارم و الان به راحتی ایجنت وصل به مرورگر ما. میتونیم بگیم مرورگر رو باز کن، برو چه میدونم تو ایمیل من یه خلاصه در بیار، برو مثلا این دیتا رو بردار و تو گوگل شیتس واسم فلان عملیات رو انجام بده. هر کاری بچه. خب این رو میبندم، یه بار ریلود میدم این صفحه ایجنت بیهیور رو و الان میتونیم به راحتی کروم رو فعال کنیم. میبینید که اصلا کروم اومده. الان ما در ارتباطیم با کروم.
و هر درخواست عجیبی رو میتونیم ازش داشته باشیم با متد MCP که بهتون گفتم بهترین و حرفه‌ای ترین حالت پرامپتینگ تو دنیای امروز. بیاید بهش بگیم که بازی مثلا دایناسور کروم رو تا یه جایی واسمون بره. اگه بازی دایناسور رو خاطرتون نیستش چه بازیه، الان میبینید موقعی که اینترنت قطع میشه تو مرورگر یه بازی دایناسوری میاد که باید بپرید. میگم تا امتیاز مثلا 600 برسونش. بایستید راهنمای بازی رو هم بهش بدم. اگه بازی رو باز کنیم این مثلا یه نسخه از بازی دایناسور، یه راهنمای بازی اینجا هستش. همین لینک همین سفر بهش دادم که برین آدرس رو باز کنه و راهنمای بازی رو هم دارم کپی میکنم بهش بدم که چی به چیه، کدوم دکمه میپره و چه اتفاقاتی باید بیفته. خب این تو اولین اقدام تو مانیتور دیگه من کروم رو باز کرده. ببینید این کرومی که توسط ایجنت اصلا ران شده و داره پیش میره. سری اول میبازه، باید یاد بگیره، طبیعیه. اما تو تلاشای بعدش ببینید چقدر میتونن پدر سوخته و خطرناک باشن. اومده فقط میخواد خواست آنو برآورده کنه که 600 امتیاز میخوام. هر غلطی کرده، بازی رو هک کرده، همه چی رو به هم زده، یه همچین گند زده. اما دوباره ببینید ایجنت داور بهش گفته این درست نیست و برگشته سر حالت سیفش، حالت شیطانی رفته بود. الان داره میپره، میبینید خوبم داره بازی میکنه، اما باز تو مسابقات به مشکل برخورد سر ستایی ببینید نمیتونه. باید یاد بگیره. یه مقدار بهش فرصت بدم و تجربه خیلی جالبی بود که دیدیم یهو هک کرد بازی رو. چون نمیخوام توکنم زیاد بسوزه، حالا باز دیپسی که اتفاق خاصی نمیافته، اما این تا بی نهایت هم میتونه یاد بگیره، اینقدر پیش بره تا بالاخره کار رو در بیاره. واسه همین بریم سراغ یه مثال دیگه، یه مثال راحت تر شاید واسش. این بازی هم مثال سختی نیستش که بخواد لایف بازی کنه تا انتها بره. اگه خاطرتون باشه اصلا افتخار فیبل پرچمدار کلود به این بودش که فلان بازی رو تا انتها این رفته. اونم همین شکلی با 100 بار سعی خطا رفت. فیبل دیگه روز و تایم نشون نداد. شما نمیدونی یه روز بازی کرده، 10 روز بازی کرده، 20 روز بازی کرده. غیر اینکه فکر میکنم اصلا دیپسیک ویژوال نداره، یعنی بینایی نداره. بنده خدا با سعی و خطا باید پیش بره. خب یه تلاش دیگه بهش بازی 2048 رو میدیم و میگیم که حالا اینو یاد بگیر بازی کن. این مجدد از طریق کروم به بازی دسترسی پیدا میکنه، سعی و خطا میکنه و سعی میکنه پیش بره. بهش میگم که از طریق متد MCP این کار رو انجام بده. لینک هایی هم که بهشون میدم لینک گیت هابی همین بازیه. بالاخره یه لینک، یه فضایی باید باشه که این بره اون پروژه رو باز کنه دیگه. الان مجدد به صورت اتوماسیون، به صورت خودکار کروم من باز میشه. الان خودش باید بره تو اون وبسایت مد نظر. من موس رو من تکون میدم اوکی، ولی هر اتفاق دیگه ای که اینجا بیفته به صورت اتوماسیون. ببینید آدرس رو پیدا کرد، یعنی آدرس اون وبسایت رو. باز الان تکون موس دست من بود. حالا این با شروع کنه به بازی کردن. اول تحلیل میکنه ببینید که اصلا کجا اومدم، چی به چیه، و شروع کرده داره بازی میکنه. اوکی، پس واسش کاری نداری همچین حالا فعالیتایی. شما بس بده به همه چی که چه کارایی میتونه بکنه بازی کردن، که یک مثاله. بریم سراغ چند تا تسک ساده دیگه. تصور کنید بچه‌ها من یک سری حساب کتاب دارم و میخوام داخل گوگل شیت اینا رو دسته‌بندی کنم. یک سری فاکتور خرید، فروش، روی سالنامه‌ام نوشتم اینجا مثلا سنتی، رو ورق و جاهای مختلف یک سری دیتا دارم. خیلی شلخته. میخوام مثلا ببره تو گوگل شیت و خیلی منظم درش بیاره. ببینیم اینجا چیکار میکنه، عملکردش رو ببینید. هر جایی که خودم حالا موس رو تکون بدم یا اقدامی انجام بدم بهتون میگم. هر جایی هم که خودش داره پیش میره باز تاکید میکنم که بفهمید چی به چیه. پس یک سری دیتا بهش میدم، دیتای شلخته، و بهش میگم برو اینا رو حساب کتاب کن مثلا.
این گوگل شیت هم باز کرده، اما به یک مشکلی برخورده. میگه ظرفیت گوگل درایو تو پره. راستم میگه 15 گیگ من فول پره. اجازه بدید یه مقدار خالی کنم فضا، برگردیم بتونه به کارش ادامه بده. خب کار رو شروع کرده بچه ها. من ظرفیت واسش خالی کردم. اول گوگل شیت رو باز کرد، الان داره فکر میکنه. اجازه بدید من این راهنمایی که اینجا اومده رو ببندم واسش. خب الان خودش داره میگه من باید بخش مثلا تیبل رو باید ببندم. اون نوار دست راست رو میگه، راستم میگه بست. خب الان تو فکرش داره میگه که عنوان این مصدر من تکون میدم، باز میگم داره میگه که عنوان رو عوض کرد. میگفتش که عنوان شیت باید بشه مثلا گزارش مالی فروشگاه. اوکی. و الان داره باز تو فکرش به این نتیجه میرسه که چطور این ستر و ستون رو بسازه و باید منتظر موند یه مقدار. خب کارشو شروع کرده و تمام همه چیز رو به درستی لیست کرد و بی‌نظیره. باز یه تلاش دیگه، یه همچین تلاشی واسش کاری نداره حقیقتا. شما باز با توجه به نیازت، با توجه به مسئلت، میتونی چالش‌های بیشتری بهش بدی. من بهش میگم که برو تو وبسایت رامونتاله از طریق همین کروم آخرین مقاله رو پیدا کنه، بهم خلاصه بده، بهم بگم چی نوشته. خب مجدد کروم رو باز کرد به صورت اتوماسیون. رفت تو صفحه مقالات، با اینکه آدرس مقالات رو بهش نداده بودم. این رفت تو وبسایتم، صفحه مقالات رو باز کرد. الان کار سختیه واسش آخرین مقاله رو پیدا کنه، چون من تاریخ نذاشتم سر مقالات. اما پیدا کرد و خودش اینو باز کرد. الان میبینید صفحه رفرش شد، خودش این اقدام رو انجام داد. گفتم فقط موس رو تکون میدم و الان اسکرول رو من دارم انجام میدم، ایجنت داره انجام نمیده. اون داره میچرخه، داره فکر میکنه دنبال این که خلاصه این مقاله چیه. و خب واسه حقیقتا کاری نداره پیدا بکنه. مقاله در خصوص قوانین جدید یوتیوبه که خیلی شرط مانیتایز رو سخت‌تر کرده. مربوط میشه به ویدیو این هفته کانال یوتیوب، حتما ببینید. یعنی همزمان با این ویدیو اون ویدیو هم تو کانال یوتیوب منتشر شد که چه اتفاقاتی افتاده. 8000 ساعت کردن اینو واچ تایم رو، متاسفانه از 4000 ساعت تبدیل شد به 8000 ساعت. خب انگار کارش رو انجام داده. آره استخراج کرد. میگه این خلاصش یه همچین اتفاقاتی افتاد، سخت‌تر شد حالا شرایط به درآمد رسوندن، حتی شرایط شورت هم عوض شد، شرایط مانیتایز کردن رسانه شورت تغییر کرده. همین رو تو اون ویدیو گفت. اینم یه خلاصه از اینجا به ما داد. خب اینم از این عزیزای دل من. امروز تونستیم با متد MCP با کروم صحبت کنیم و به راحتی نیازمون رو برطرف بکنه. ما میتونیم با همین متد ابزار رو وصل کنیم به ابزاری به نرم افزاری مثل فتوشاپ که ما این کار رو انجام دادیم و اتفاقات خیلی عجیبی افتاد. یعنی با ابزارهای فتوشاپ میره کار میکنه و نیاز شما رو برطرف میکنه. میتونیم وصلش بکنیم به ابزارهای 3D مثل بلندر، موتورهای بازیسازی. ته نداره. خیلی دوست دارم آزمایش‌های جالبی انجام بدم، مثلا وصلش بکنم به پریمیر، ابزار ادیت ویدیو، و بهش بگم ویدیو چونم این هفته رو تو بشین ادیت کن. جالبه واسه خود من که ببینم چه اتفاقاتی میفته و حتما همین موارد رو با شما اشتراک میذارم. ممنون که تا این ویدیو همراه ما بودید عزیزای دل من. اگه سوالی داشتید تو کامنت حتما بپرسید، سعی میکنم به همشون با دقت جواب بدم. از کانال اشتراک بگیرید اگه دوست دارید از آموزش عقب نمونید. تا